ما مقصد اینجا شما ساحه خواجگی قشلاق اساسی اقتصادی ناحیه مان به حساب می رود. از آنکه ناحیه مان حدود کشاورزی به حساب می رود، در راه زیاد نمودن خواجگی‌های کشاورزی و یا خواجگی‌های فرمری بسیار ساحت در سوق بسا کوشش بزرگ کرده می شود. مقصد از این بلند برداشتن صفت محصولات ها و البته وسیع کردن اقدار صادراتی، یعنی بالا برداشتن صلاحیت اکسپورتی ناحیه به حساب می رود. در خواجگی فرمری بسیار ساحه البایی که در حدود جمع شهروندان محله صاحب کار جایگیر است، در موضوع بلند برداشتن اقدار صادراتی ناحیه با اشتراک نمایندگان ساحه کشاورزی مشورتی عملی تشکیل کرده شد. در هفته مشورت تاکید گردید که در استحصال محصولات صادراتی یعنی اکسپورت شونده پیش از همه به صفت آن اهمیت دادن شرطی ضروری است. دایر به بلند برداشتن صفت محصولات ها کارمندان شعبه کرانتین و حفظ رستنی ها و نظارت فیتوسانیتاری ناحیه که در سمینار اشتراک داشتند با نمایندگان ساحه مصلحت های ضروری دادند. برای اکسپورت کردن ایچکی سرتیفیکات گرفتن لازم است. سرتیفیکات هر یک تدبیرکار اکو خودش در اومده با سایت karantin.uz در اومده با کارخانه اسملارdan حمایت قلش карантин خبرنامه داده می شود. دیما بعد از خبرنامه به ما اومده رسیدن، ما خبرنامه را قبول میکنیم و به آنها ایچکی سرتیفیکات داده می شود. در اساس همین ایچکی سرتیفیکات دیما محصولات خواجگی قشلاق به دیگر شهر مملکت ها اکسپورت کرده می شود. امروز ازبکستان در میقیاس جهان با همین 40 تا مملکت هایی که دولت هایی که گیلاس اکسپورت میکنند با همین قطار داخل شده است. و فکر شما امروز محصولات های ناحیه سوق با طلب اکسپورت جواب میتونه یا نه؟ البته من امروز ما در خواجگی فرمری البای دیده برآمدیم که گیلاس این فرمر با طلب جواب میدهد. آن نظارت گذراندیم. خدا خواهد با این کس ما ایچکی سرتیفیکات میدیم و با اکسپورت راه شده میشه. کیوی مکه من کیوی شما بگن این کیوی مینون دخ بیخشانشکو این جدا خونه گدین. در هفته مشورت اشتراکداران تدبیر به فعالیت این خواجگی از نزدیک شناس شدند. خواجگی فرمری بسیار ساحه البای اساساً به باغداری تخصص یافته است که میدان عمومی زمین خواجگی مذکور قریب 13 هکتار را تشکیل می‌دهد. در میدان باغ‌های خواجگی اساساً میوه‌های زردالو و گیلاس پرورش کرده می شود. الحال اهل خواجگی گیلاس اکسپورت کرده ایستادند. بغیر از این در خواجگی برای پرورش میوه‌های سیتروسی گرمخانه ها تشکیل کرده شدند. از اینکوباتور مخصوص خواجگی سالی از 3500 تا 3800 سر چوجه گرفته می شود و این نیز به بازار برآورده شده ایستاده است. در خواجگی فرمری استحصال و کارکرد میوه و سبزوات، استحصال عسل نیز به راه مانده شده است. 12 نفر این روز در خواجگی با جای کار دائمی تامین کرده شدند. در فرم خواجگی فرمر ما غیر از محصول بادارچگی، چاروا، پرنده‌چگی و تپلیسا جاری کرده شده که از همه ساحات درآمد گرفته استادی مازه. من در ساحه بازارچی من یکم محصول باغ گیلاس من برای ریالیزاسیون سرشون من اکسپورتیرها اومدن من امروز جمع کنه حاصل سر کردن. برای اکسپورت رواج دادن پیش از من محصولات اکسپورت با 3 سال کردن در کار. برای فرمر رو وابسته باشد. فرمر مشغول شده من علم رو آموخته اساس تکنولوژی زمان حاضر آموخته شده. محصولات بازار جهان طلب می‌کرده 3 سال کرد خوانسنشون لازم. یکمین دوم اکسپورتیرهای تیار کردن کار که با عدالتانه با همون فرمر رو شرطنامه کرده ایستاده در اساس شرطنامه محصول استحصال کردن جاری کردن در کار. در هفته مشورت دایر به طرز نگاه‌آبی و پرورش محصولات ها از جانب متخصصان به کشاورزان مصلحت‌های ضروری داده شده. از جمله درباره چاره و تدبیرهای ضروری دایر به پیشگیری کسل‌های محصولات کشاورزی معلوماتی کافی داده شد. وای میشد. انا بورون بردم بعد انا این حشرات انا حشرات کو انا همینجا تخم میمونه این انا تخم جوی پشتم تخم میبرد این سراز خاک میمرد بعد از تخم موندن باز میمرد مردن بعد این حسن آوج میگرد آوج گیتا این سراز خوده سیجده پوسلق میگرد باند میگرد اونجا حیات میبرد اولا که بور بودن بینیت اگر بودن زنده میشد اگر انا همه دوری مثلا دوروش مرا اینجا که کاربوفوس خلارافوس میدافوس نیترافوس انا هم زنات این با مالدان چی به بگفتگی اگر انا همه کورا کنات انا دو نمیشد. در ناحیه ما امروز فعالیت 11 عدد خواجگی فرمری بسیار ساحه بر راه مانده شده است. دهقانان و کشاورزان ما هم قدم زمان فعالیت میبرند و پیوسته برای استحصال محصولات لایق اکسپورت و به بازارهای جهانی برآوردن محصولات خوش‌صفتی کشاورزی در حرکتند.